شما غمگینید نه از برای آن که پول گم میکنید و شما غمگینید نه از برای آن که با شوهر یا همسرتان جنجال میکنید. شما غمگینید نه از برای آن که کاری پسندیده‌تان را به دست نآوردید و شما غمگینید نه برای آن که با آدمان و دوستان مناقشه کردید. شما غمگینید زیرا که الله از شما شاد نیست. انا برای چی غمگینید؟ چی اهمیت دارند داشتن تمام پولهای این دنیا، تمام پولهای این دنیا و تمام شکوه این دنیا، حضور و حلاوت این دنیا، قوت و توانایی، حاکمیت و تمام نفوذی که کسی داشته میتواند در این دنیا، لیک الله شاد نباشد از او، همش چی اهمیت دارد؟ چی اهمیت دارد؟ البته غمگین میشوید. البته غمگین میشوید. شما غمگینید چون که الله راضی نیست از شما. مقبول شوید به الله و الله دل شما را مقبول میکند. مقبول شوید و الله شما را شاد میکند. لیکن شما تمام شب و روز گناه کرده باز میخواهید که شاد و خرسند باشید و الله از شما شاد باشد. این ناممکن است. شما اطاعت نمیکنید به الله پاک و بزرگ و میخواهید که در جواب الله شاد باشد از شما. هیچگاه چنین نمیشود. شما غرق شده در حرام و میخواهید که الله پاک و بزرگ شاد باشد از شما. هیچگاه چنین نمیشود. و برای همین برادران و خواهرانم، وقتی که غمگین و روح افتاده اید، از خود بپرسید این سوال را پیش از آن که به حساب بانکی خود نگرید و ببینید که در آن چقدر پول است، و پیش از آن که برای خود روحشناس و یا دکتر را تعیین میکنید، و پیش از آن که نشسته صحبت کنید با این شخص و با آن شخص، از خود بپرسید که مناسبت شما با الله پاک و بزرگ چگونه است، چون که محض با همین سبب شما میتوانید غمگین شوید. چون که زبان شما خشک نمی شود از ذکر الله پاک و بزرگ، برای همین شما غمگینید. لیکن اگر شما برگردید به الله سبحانه و تعالی و مقبول شوید به الله، شما خوشبختی را در دل حس میکنید از همان لحظه که یاد الله کردید. والله از همان لحظه که میکنید یاد الله سبحانه و تعالی، از همان لحظه که میکشید درهای الله پاک و بزرگ را و عبادت میکنید به او، شما لذت خوشبختی را حس میکنید در قلب. الله پاک و بزرگ میگوید: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انا جواب از الله. انا به شما جواب از الله پاک و بزرگ. الله بزرگ و توانا میگوید هر کسی که صالحانه عمل کند، مردی با ایمان باشد یا زنی با ایمان باشد، الله پاک و بزرگ وعده کرده است فلنحيينه، به او زندگی خوش و پاکیزه عطا خواهیم کرد. هر نفری که صالحانه عمل کند، هر نفری که عمل صالح انجام دهد و آنها مؤمن باشند، و سبحان الله، ببین الله پاک و بزرگ چه خیل عملهای صالح را با ایمان پیوست کرده است. عملهای صالح به ایمان معنی ندارند. هیچ معنی ندارند. الله پاک و بزرگ میگوید هر نفری که عمل صالح کند، مردی با ایمان باشد یا زنی با ایمان باشد، الله وعده کرده است و نگرید به کلمه ف معنی آن را دارد که همان لحظه به او زندگی خوش خواهیم داد. همان زمان به او زندگی خوش و پاکیزه خواهیم داد. عمل صالح کن و ایمان آور به الله و تو خوشبخت میشوی. عملهای خوب انجام ده و ایمان داشته باش به الله، الله تو را شاد میکند. بس کن عملهای حرام را و الله پاک و بزرگ تو را خوشبخت میگرداند.